خب دوباره سلام، خسته نباشید. رسیدیم به آخرین پارت از فصل سوم. میشه گفت اینم یکی از مهمترین پارت های این دوره هستش که به کاربرد حروف صدادار و بی صدا توی انگلیسی پرداختیم. خب ما تا الان حروف صدادار رو یاد گرفتیم، حروف بی صدا رو یاد گرفتیم که چیان، اصلا چجوری تولید میشن. الان به مهمترین بخشش رسیدیم که خب ما اینا رو یاد گرفتیم، حالا چجوری استفاده کنیم، اینا رو کجا کاربرد دارن. اول اینجا رو میخونم براتون، بعد توضیحات لازم رو ارائه میدم. میگه حروف صدادار و بی صدا توی انگلیسی نقش مهمی توی ساختار گرامری کلمات به تعیین حروف تعریف نامعین انگلیسی قبل از اسامی رو دارن، به این صورت که اگه کلمه‌ای با حرف صدادار شروع بشه باید از حرف تعریف ان و اگر با حرف بی صدا شروع بشه باید از حرف تعریف استفاده کنیم. خب اصلا همین توضیح سه خطی داره ما رو سوق میده به سمت گرامر. ما انگار در ظاهر داریم صدا رو یاد میگیریم ولی در باطن با گرامر درگیریم که اینجا خودش یک میشه گفت نقطه سر خطی هست به این موضوع که واقعا توی یادگیری انگلیسی از بسم اللهش، از حروف الفباش گرفته تا تهش، ما نمیتونیم گرامر رو نادیده بگیریم. و بذارید خیلی رک و پوسکنده بگم خدمتتون، ممکنه شما تا حالا یه سری تبلیغات رو دیده باشید توی اینستا، یوتیوب یا هر جای دیگه‌ای که میگن خب برای یادگیری زبان نیازی به گرامر نیست. کاملا دروغه، کاملا اشتباهه. اصلا این تبلیغات رو، این حرف رو باور نکنید. همین الانش هم خودتون دارید میبینید. من از همون تایمی که شروع کردیم همین جلو چشتون دارم حروف الفبا رو آموزش میدم، خیلی جاها مجبور شدم اشاره کنم که خب این بخش گرامره، اینو مثلا تو سطح آیک یاد میگیرید، این مبحث گرامری باید توی دوره مثلا گرامر جامعمون بهش پرداختیم، مراجعه کنید یاد بگیرید. پس یادگیری گرامر رو مثل انگار ستون یک ساختمون در نظر بگیرید. زبان ساختمونه، گرامر ستون این ساختمونه که بدون یادگیری گرامر نمیتونید بقیه اجزا رو یاد بگیرید. حالا شاید مثلا یه سریا بگن خب ببین الان فارسی رو داری صحبت میکنی مگه گرامری؟ بابا فارسی زبون مادری ماست، اصلا نیازی نبود که از همون ابتدا کسی که داره با ما این زبون رو صحبت میکنه آشنا بشه به گرامر. حتی اگه زبون مادری ما انگلیسی بود هم دقیقا همین بود، نیازی به یادگیری گرامر نبود. ولی اینجا ما چون داریم یک زبان جدید یاد بگیریم، مجبوریم صداهاش رو بشناسیم، مجبوریم اصولش رو یاد بگیریم. پس اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاده که همین حرف اوان رو شما یکم برید جلوتر به حرف من میرسید که این حرف اوان چرا آموزش داده میشه توی اسپیکینگ. اینا رو شما قرار استفاده کنید ولی بیسش دوباره به این صداه، به این حروف الفبا برمیگرده. پس نه میتونیم انکارش کنیم، نه میشه صدا رو بدون گرامر یاد گرفت، نه گرامر بدون صدا معنی داره. این دوتا کاملا به هم دیگه وابستن. خب توضیح این بخش به این صورته که میگه اگر کلمه‌ای با حرف صدادار شروع بشه از ان استفاده میکنیم. حرف صدادار چیه؟ همون A, I, O, U, E. در واقع ما اینجا با خود حرف صدادار کاری نداریم، ما با صداشون کار داریم. کلا توی بخش نمیدونم صدادار و بی صدا شما اصلا به اون A, B, C, D, E, F, G کاری نداشته باشید، به صداش کار داشته باشید. ببینید آقا این تو این کلمه حرف صدادار تولید میشه، صدای در واقع حرف صدادار تولید میشه یا خیر. مثلا اینجا اپل رو ببینید، اپل صدای ا اینجا تولید شده. این صدای ا باعث شده که من از حرف تعریف ان استفاده کنم، بگم ان اپل، یک سیب. این ا و ان
هر دوتاش، ببین هایلایتش میکنم براتون، این دوتا حرف تعریف به معنی یک هست، هر دوتاش یکه ولی کاربردشون فرق میکنه. جایی که ان رو باید استفاده کنی نمیتونی ا بیاری، مثل همین ان اپل درسته، اگه بگی اپل کلا اشتباهه، تو هیچ کتابی هیچ جزوه‌ای هم نخواهید دید. ولی مثلا اینجا کت رو ببین، خب با حرف بی صدا این شروع شده سی که صدای ک تولید میشه، اصلا دقت کن به این صدای که تولید میشه، پس باید بگی اکت، یک گربه یا گربه ای. همطور که مشاهده کردی شناخت حروف صامت و مصوت، همون بی صدا و صدا دار، اینا رو میگه. توی انگلیسی صرفاً ابزاری برای تلفظ صحیح کلمه نیست و توی آموزش گرامر زبان انگلیسی و ساختارهای جمله هم مؤثر خواهند بود. پس برای اینکه این مبحث رو خوب یاد بگیرید، حتما پیشنهاد میکنم دوره جامع گرامر زبان انگلیسی لینگوژو رو تهیه کنید. با این باعث میشه که مباحثی که توی این دوره یاد میگیرید حداقلش 50% مسیر یادگیری شما رو هموار میکنه و باعث میشه که با دید بازتری، بهتر، دقیقتر بتونید انگلیسی رو دنبال کنید. ما هم که همیشه و همه جوره کنارتونیم تا توی این مسیر اگر جایی دچار ابهام شدید یا مشکلی براتون به وجود اومد براتون سریعا برطرف کنیم. نکته مهم توی انگلیسی استفاده از ا یا ان بر اساس صدای آغازین کلمه تعیین میشه، نه صرفا. ببین همین چیزی که الان گفتم، به وجودشون دقت نکن که مثلا سری اینجا یو دیدم پس ان بنویسم، یا سری مثلا ای دیدم ان بنویسم، نه، میگه به صداش دقت کن. اگه کلمه با صدای مصوت، ببین با صدای مصوت واول ساند شروع بشه از ان استفاده میکنیم، اما اگه حرف اول بی صدا باشه، کانسونانت ساند باشه، از استفاده میکنیم، حتی اگه حرف اولش صدا دار باشه. اینجا رو دقت کنید. یونیورسیتی یک کلمه ایه که خب در ظاهر با حرف صدا دار شروع شده یو، اما هیچ وقت هیچ جا شما نمیبینید که یونیورسیتی رو بگن ان یونیورسیتی. چرا این اتفاق میفته؟ چون اینجا یو، ببین نکتهش اینه، هر موقع حرف یو صدای یو بده، صدای یو فارسی بده، همین یو صدای یو بده، جزء حروف صدادار نیستش، یعنی شما باید اونجا اونو بی صدا در نظر بگیرید و بگید ا یونیورسیتی. اما بعضی وقتا همین یو صدای حرف صدادار میده، مثل امبرلا، یو صدای آ میده، اونجا باید از حرف ان استفاده کنید، پس میگیم ان امبرلا ا یونیورسیتی. اگر بگید که امبرلا اشتباهه یا ان یونیورسیتی اشتباهه. خب مثال بعدی اور رو داریم. ببین اینجا با اینکه اچه ولی اچ تلفظ نمیشه، هاور نباید بگیم، اور یعنی ساعت. خب اچ اینجا سایلنته و ببین چی به گوشت میخوره، اور، صدای حرف صدادار به گوشت میخوره، با اینکه در ظاهر بی صدا اچ هست، ولی گفتیم توی نوشتن ا و ان به صدای این کلمه ها باید دقت کنی، به این صداها دقت کنی، نه وجودشون. پس ان اور درسته، اور اشتباهه، یک ساعت. توی این بخش ما استثناهایی هم داریم توی صدای حروف الفبا که اینم براتون کاور میکنم. بعضی استثناءات توی آواشناسی حروف الفبا وجود داره که معمولا برای شما زبان آموزان عزیز ممکنه چالش برانگیز باشه. این موارد با اینکه جزئی از حروف صدادار و بی صدا هستند، اما توی موقعیت‌های مختلف ساختارهای تلفظی متفاوتی دارن. حالا این استثناءها چیان؟ اولین بخش دایگراف هست، یکم بیام پایین تر که همه رو ببینید. حروف ترکیبی
دومین پارتش silent letters هست، حروف silent، و سومین پارتش حروف نیمه صدادار هست، semi vowels ها هست. ما بعضا میایم این نیمه صدادار ها رو یکم زودتر آموزش میدیم. مثلا میگیم که به 3 بخش تقسیم میشه: صدادار، بی صدا، نیمه صدادار. ولی خب اینجا برای درک بهترتون توی بخش استثناءات اینا رو آموزش دادیم که الان همه رو با ذکر مثال کامل براتون آموزش میدم. اولین پارت حروف ترکیبی هست، دایگراف ها هستند. منظور از حروف ترکیبی اینه که 2 تا یا چند تا حرف کنار هم قرار میگیره و یه صدای جدید تولید میکنه. احتمالا اینو توی نمیگم تو فارسی، بعضا مثلا توی نوشتاری فینگلیش هم ممکنه اینا رو متوجه شده باشید که ما همیشه مثلا سی و اچ رو صدای چه یاد گرفتیم. مثلا chair به همین شکل نوشته میشه، سی و اچ با هم تشکیل صدای چه رو میده و فونوتیکش هم توی دیکشنری به این شکل نوشته میشه، چه. یا اس و اچ رو داریم، صدای ش میده، مثل شیپ، کشتی. یا تی و اچ رو داریم، ف، think، فکر کردن. پی و اچ رو داریم، صدای ف میده، phone. و WH رو داریم، صدای و میده، what. اینم بگم بعضا ما اینجا این H رو میگم سایلنت در نظر میگیریم، میگم با این که نوشته میشه ولی میبینید هیچ نقشی توی تلفظ نداره، انگار مستقیما از و پریدیم رو آ، میگیم what. این از این بخش. پارت دوم حروف سایلنت هستش که خیلی راحته، هستش ولی انگار نیستش. یعنی چی؟ نوشته میشه ولی تلفظ نمیشه. مثل چی؟ مثل نایف. همیشه حواستون باشه اگر حرف کی قبل حرف ان قرار بگیره، حرف کی تلفظ نمیشه، پس اینو باید بگیم نایف، نه کنایف. نایف یعنی چاقو. یا حرف بی توی کلمه thumb، این نکته خاصی نداره ها که بگم مثلا تو فلان موقعیت اینا تلفظ نمیشه، نه دیگه اینو مواجه میشید باش. تو یه سری کلمه ها ممکنه خب ببینی صدای کم هم نیست، اتفاقا زیاده، ببینی که یه حرفی تلفظ نمیشه. من یه توصیه‌ای هم که برای شما دارم اینه که توی یادگیری کلمه اول به املاش باید دقت کنید. این نکته رو ما توی دوره ها کامل براتون آموزش دادیم ولی اینجا یه اشاره ریزی میکنم که مطلب جا بیفته براتون. اینم یه هدیه‌ای باشه، دوباره هدیه تو هدیه شد برای ما، از سمت ما برای شما. ببینید توی یادگیری لغت 2 تا مورد رو همیشه در نظر داشته باشید. اول به املای درست کلمه باید دقت کنید که این کلمه‌ای که من دارم یاد میگیرم ول کنید تلفظو، چجوری نوشته میشه، املاش، اسپلینگش چجوریه. خب مورد دوم به پرونانسیشنش، به تلفظش دقت کنید. پس میگیم انگار accurate spelling، املای درست، و accurate pronunciation، تلفظ درست. تمام. یادگیری لغت نکته عجیب و غریب و خاصی نداره. چرا اینو گفتم؟ دقیقا به خاطر این موضوع. من اگر به پرونانسیشن، تلفظ درست این کلمه دقت نکنم، ممکنه اینو کنایف بخونم برای بار اول. همیشه تا سطحتون به یه حد قابل قبولی نرسیده، به کلمه جدیدی که رسیدید 100% یا از استادتون بپرسید تلفظ درست رو یا به دیکشنری مراجعه کنید. به هیچ وجه خودتون نخونید. پس این شد نایف. و املای درست، من باید به اون accurate spelling دقت کنم که بدونم این کنایف نوشته میشه، البته کنایفه نوشته میشه ولی نایف خونده میشه. تو املا باید نوشته بشه این ولی خونده نمیشه. کل نکته‌ای که برای یادگیری لغت باید بدونید همینه.
و بهترین دیکشنری هم بخوام اینجا براتون معرفی کنم، دیکشنری های معتبر آکسفورد و کمبریج هست. از اون استفاده کنید. پیشنهادم اینه که از دیکشنری های جانبی استفاده نکنید. از گوگل ترنسلیت به هیچ وجه استفاده نکنید، چون مسیر یادگیریتون رو منحرف میکنه اینا. همین و همین دیگه. فقط خواستم اینو بگم که وقتی به کلمه جدید رسیدید سعی کنید اول با دیکشنری یه چند باری یاد بگیرید، بشنوید که چجوری تلفظ میشه، بعد خودتون تلفظ کنید. و کلمه walk رو داریم دیگه، این نباید accurate pronunciationش، تلفظ درستش walk هست نه walk. walk نوشته میشه ولی walk خونده میشه، یعنی راه رفتن. اینم از این بخش. بریم قسمت سوم، نیمه صدادار، سمی واولز ها. توی نیمه صدادار دو حرف W و Y جز نیمه صدادارها هستن. پس ببین یه جمع‌بندی میکنم. از 26 تا حرف زبان انگلیسی 5 تاش صدا داره، 2 تاش نیمه صدا داره، میمونه 19 تاش. 19 تاش هم کانسونانته، یعنی بی صداست. صدادارا که تکلیفش مشخصه. گفتیم هر حرفی توی کلمات مختلف صدای مختلفی تولید میکنه. کانسونانت ها تو هر حرفی همون صدا رو تولید میکنه. مثلا حرف بی رو در نظر بگیر، صدای ب توی بوک، توی بوی، توی بیبی همون صدای ب رو داره. ولی W و Y که میشه نیمه صدادار، ممکنه گاهی تو موقعیت صدادار باشه و گاهی تو موقعیت بی صدا باشه. به خاطر همین بهش نیمه صدادار یا شبه صدادار میگن. مثل چی؟ وای رو در نظر بگیرید. ببین وای توی کلمه yes نقشش بی صداست. صدای ی رو تولید میکنه، ی جزء صدادار نیست. ولی توی کلمه happy یا cry که یکم پیش توضیح دادم، نوشتم براتون، صدای حرف صدادار رو تولید میکنه، چون ای هم جزء صدا داره، آی هم جزء صدا داره. پس اینجا وای جزء صدادار هست ولی اینجا جزء بی صداست. رمزش هم گفتم، اگه اول کلمه باشه صدادار هست، عذر میخوام بی صدا هست، ولی اگر آخر کلمه نوشته بشه صدادار هستش. و W هم دقیقا همینه. بعضی وقت تو نقش صدادار هست، بعضی وقت بی صدا. ببین اینجا مثلا کلمه win و خب جزء صدادار نیست، اینجا جزء بی صدا هستش، طبقه بندی میکنیم. ولی توی کلمه مثل to یا کلمه مثل what، عذر میخوام، کا، ببین می نویسم براتون، کا، یا کلمه ناو. ببین اینو نباید بگی کاو ناو، اوکی؟ کا آخرش رو خفیف ردش میکنی، ناو، کا. اینجاست که جزء حروف صدادار در نظر میگیریم. تو، میبینی حالت سایلنت داره. پس اینجا شما اینا رو توی این دوتا صدادار در نظر میگیری و اینجا جزء بی صدا هستش. اینم از این. خب تموم شد. همین، رسیدیم به بخش تمرین. توی بخش تمرین ازتون میخوام که این تمرین‌ها رو انجام بدید و خیلی کامل و دقیق دوباره خودتون بررسی کنید، برام بفرستید اینا رو که چک کنم، تا انشالله که مطمئن باشیم که هیچ سوالی، هیچ نکته گنگی براتون نمونده، تا انشالله این مبحث رو که دیگه مطمئن شدیم که خوب یاد گرفتید، بریم سراغ دوره آ1. دیگه شما کارتون از این بخش تموم میشه، دیگه خیالمون راحت شد. الان نوبت سطح آ1 هست که دوباره آموزشش رو میتونید توی سایتمون ببینید، داشته باشید
فقط کافیه که توی گوگل آموزش دوره آیک زبان انگلیسی لینگوژو رو سرچ کنید که توی سایت براتون آماده کردیم و به این ترتیب میریم جلو. بعد آیک آ2 رو دارید، بعد B1، بعد B2، C1 و C2 که به ترتیب همه اینا رو توی سایت براتون آوردیم. پارت اول کلمات زیر رو بخونید و صدای حرف صدادار رو مشخص کنید که همه اینا رو مشخص میکنید برام میفرستید. حرف سی توی کلمات زیر چه صدایی داره؟ مثلا اینجا کت، سیتی چه صدایی تولید میکنه مینویسید. توی تمرین سوال سوم در کلمات زیر حروف سایلنت رو مشخص کنید. حرفی که هستش ولی تلفظ نمیشه اینو مشخص میکنید و همین تموم شد. امیدوارم که این دوره براتون مفید بوده باشه و یه فصل دیگه هم هنوز مونده، ولی میگم مهماش تا همین جا بود. اون چیزایی که باید یاد میگرفتید رو تا اینجا یاد گرفتید. فصل بعدی رو هم آموزش ببینید دیگه کامل براتون همه مطالب جا میفته. خب همین، موفق باشید، هستم خدمتتون.